این دنیای خراب شده یه قانون داره، با کسی هم تعارف نداره، همش هم همینطور بوده و هست و خواهد بود. از دل برود هر آنچه از دیده برفت. وقتی اسمش تو خونت نباشه خودش هم دیگه نیست، فرهنگش هم نیست. از من دلخور نشید، من خانه مسیحی ها رفتم. شما تو خونه مسیحی که میری لازم نیست از صابخونه بپرسید دینت چیه، داد میزنه صابخونه مسیحیه. چرا؟ چون تو هر خونه مسیحی یه تاقچه درست کرده، یه گوشه خونه‌شو یه کلیسای کوچولو درست کرده. برید بپرسید، برید ببینید. یه مجسمه مریم، یه مجسمه عیسی مصلوب شده. بابا وقتی وارد خونه میشه در مقابل مجسمه مریم یا عیسی وای میسه، یه احترامی میکنه، این داد میزنه که صابخونه مسیحیه. تو خونه های من و تو وقتی کسی میاد معلوم نمیشه این صابخونه دینش چیه، سنیه، شیعه است، لایکیه، بیدینه، بادینه، معلوم نیست. حجت ابن حسن تو خونه هامون. این اسم امام زمان رو تو خونه هاتون ببرید، یا اللهم کل ولی یک بذارید تو خونه‌تون. اگر برکاتش نیامد، اگر نور امام زمان نیامد، لعنت به من بفرست.